این ویدیو ساده است. قراره تندترین چیزایی که میتونیم رو بخوریم. کسی که نتونه بخوره مجازات میشه، ولی کسی که بتونه بخوره هیچ جایزه‌ای بهش تعلق نمیگیره. چه مجازاتی؟ یکی از خفن‌ترین مجازاتی که هر کی ببره به اونی که باخته میگه باید چیکار بکنه، یا شاید یه کار احمقانه باشه. هر کی نکنه. آبرومون جون مادرت نره، اینجا همه آبرو دارم من. همه بابا قربون شما. من چه کارم؟ خیلی شما رو دوست دارم. دایی هر روز میاد، آرشام هم میاد. نه بابا زر داریم. من دیشب اینجا بودم علی کاسه کباب اردبیلی خوردم. کاسه کباب اردبیلی خیلی خوشمزه است. آرشام اومده سر میز، گفتیم بریم یه میز جدا واسمون پیدا کنیم. اومد سر میز نشست. آرشام میگه من میخوام بخورم. نوشابه‌شو خوردی؟ نوشابه نه، چایش مونده بود. نه نوشابه‌ش هم خوردی. چایش هم مونده بود خوردش. خاک تو سرت. ما منتظر بمونیم که بالامون بیاد تا اون بخوریم سرعتی باشه ببازی بهت بگم چه بالا اومد. بیا بالا رو بگیر. بالا اینقدر هر کسی بتونه اینا رو زودتر بخوره یه امتیاز میگیره، نتونه امتیازشو از دست میده. اگه تا بقیه امتیاز همینجوری امتیازش کمتر از همه باشه اون میبازه و باید یه چالش خفنم بدم. یه دونه ازش برداشتم. یه دونه ازم برداشت. باشه قبول. حاضری؟ آره. وایسا مامان تایمرشو بزن بالا، از الان شروع کن. 1 2 3. آنور بابا آنور اینو بخور. قسم بخور. من نمیخوری. آنور گوش کن تا بخور. برای منم بزنید. زنگ کن. خیلی خوشمزه است. ولی تو نیست. خیلی. یه دارم فلفل بخور اگه طورت داری. بابا یه دونه هم برای من بذاری. عدا. برای من یه دونه مونده. آنتا بخور. زنگ کن. آنتا چه گل خونده واسه من. کوچیلی که نمیشه. آقا نمیتونم تا شما. من کوچیلی که نمیشه دار مثلا. آرشم سرشو نخور. بابا برای منم بشین. بخور. یه دونه دادیم به امیر عباس ولی من بردم. تموم شو. مثل منم تموم شد. نونش هم بردی. مان حتما ببین کی برنده شده. من فکر کنم من برنده شدم. آره نورو بذار رو ما. شما هست دیگه. گذاشته تو دهن خوده. دارم میخوام. من خیلی چیز شدم. اش بلده بخورم. من گو خوردم. آقا آرشام اینو خورد هیچی نگفت. آقا فعلا ویدیو یه امتیاز به نفع من. یه امتیاز به نفع من. بچه اینو یه امتیاز منفی من گرفتم. آرشام اینو برد. متاسفانه با جرزنی برد. خیلی. یه توک میزد مینداخت پایین. بیا چند دقیقه مونده. نور گوشی تو بزن. نودل همین الان میریم نودل میگیریم. نودل فکر کنم از این تندتر باشه. آرشام خیلی تندخور نیست. نودل خیلی تندتر از اینه. آرشام از این نمیتونه اینو ببره. من مطمئنم آرشام نمیتونه منو تو نودل ببره. اگه منو ببری هر کی تو بگی هر کاری بگی میکنم. بریم. ما اومدیم اوپال. یه مرکز خرید خیلی بزرگه. منو بگیر خواهشم. یه مرکز خرید خیلی بزرگه. اومدیم نودل تندمون از اینجا بگیریم. اونجا من یه امتیاز از آرشام عقب افتادم. اگه این امتیازو نخورم یعنی میبازم. اگه
بخورم چیزی نمیشه. نودل تون گرفتیم. نودل کره ضرب در 3 دروغ نگم ضرب در 1. آرشام سس کلش رو ریخت. من چون میخوام آوانس به آرشام بدم. آره بابا اینو باز نمیشه. باز شد. این خیلی تنده. یه جور تندترین نودله. یعنی نودل کره که تو ایران هست. جزء هموناست. بگم ضرب در 2. بده بچه کنده. این هاشو میریزی توش. میریزی توش؟ کلشو؟ آره کلشو بریز توش. وایسا اتوف نکن. اصلا نمیشه. من واسه خودمو نمیتونم بخورم. واسه اینو دست بزنم. بچه این خیلی تنده. به قرآن خیلی تنده. من قبلا کلشو نریختی؟ کلشو ریختم. واسه من. بچه ادویه‌اش کن. ادویه من کو؟ دسته. به قرآن دستم ندادی بهم. تو کیسه ندادی. کیسه رو نگاه کن. کیسه رو نگاه کن. کیسه رو نگاه کن. بابا ادویه نمیخواد. ادویه میخواد بابا. اینجوری میسوزم من. اسکال ادویه فکر چیه اینه؟ خب اینه دیگه. همینو باید بذاریم دیگه. بدون این که خوب نی. بابا این ننه چجور جداش کنه. آره اینجا چیز شد. سوسی شد. بچه هیچ وقت سوسی نشین. آدم سوسی اصلا خیلی خوب نیست. بابا واسه منو باز کن. وایسا. این لبم فوق افتاده. وایسا. نه وایسا. من چیز کنم. واسه خودم هم بزنم. الان من یه امتیاز از آرشام عقبم. اگه اینو بردن چون امروز آبم دستم. آبم تو اسم علیه. اسم بابا اسم باباش ها میخورم. میگه بخور. اینو من میخورم. اگه زودتر از آرشام خوردم یه امتیاز بریم بیشتر میشم. اگه بعد این تونست بریم شاید بریم یه آب زنجبیل بخوریم. اونو هر کی برد اون برنده نهایی میشه. شاید هم فردا بگیریم. معلوم نیست. الان میگیریم. نه وایسا. 1 2 آقا من کلشو میخورم. بابا این امتیازو گرفتم. دهنم خیلی چیزه. دهنم خیلی داره میسوزه. اصلا پیشنهاد نمیکنم این نودل بخوری. شاش دارم. آبشو میخوری بعد میگه جون مادرت بگین. برین. نه برین. بلای یعنی زیاد تون نمونه. تند بود. اگه تند نبود این کامل میخورد. بالا دیدین چجوری خورد؟ این واسه منه. آی آشام بیرم منه. آره بابا ریدم تو حراسته. آقا به شما بردم. من نوکرتم. آقا اینا رو ما جمع کنیم. بریم سوال زنجبیل. الان یه خورده دهنمو خیلی سوپه. حساب کن. چون من اگر اینو خوردم چرا میذار؟ من یه بیلاخ که کمه. من 5 تا بیلاخ بهت میدم. خیلی بدی بوش خوبه. بوش که بده. بلند صحبت کن.
حلال. تو بودی منو می‌خواستی تو تون ببری؟ ببین همین الان میریم یه شات زنجفیل تون میگیریم واسه قبلی که هنوز داریم میسوزیم. نه من نمی‌سوزم. نه آره یه خورده چیزش هست، اثرش هست، یعنی بدون اثر نیست دیگه. الان میخوایم بریم آب زنجبیل بخوریم ببینیم کی میتونه بیشتر بخوره. هر کی این تعدادیه، هر کی تعداد بیشتری بتونه بخوره برنده چالشه. آخرین چالشه اون بازنده هر کاری که برنده میکنه رو باید انجام بده. نمیدونم بچه عجب بود خوبی. این که میبازه 100%. خدافظ. خب بچه ما آب زنجبیل شاتشو پیدا نکردیم، اینو بهمون دادن، پودرشو گرفتیم خودمون درست میکنیم. خالص ترین پودرشو یه دونه میخوریم ببینیم کی میتونه اونو زودتر بخوره دیگه. نه دیگه پس چی؟ نمیشه. چجوری میشه؟ آیسو اینو میخوریم میسوزی بعد اوه بکن نمیخوام بکنم. ما میخوایم آب زنجبیل درست کنیم. آب زنجبیل ویدیو میشه اینجور درست کرد؟ بابا آب جوش باشه کی گفته بابا خاک تو سره. آب معدنی میخوریم دیگه. این الان خیلی تونده داره نداره همین دیگه تو وسط فیلم گرفتنتون اومدن نه اشکال نه نداره. دست شما درد ولی نکنه. با آب جوش اسم شما چیه؟ اینو من میخورم پس. آقا محسن گل. اینو من میخورم چون خیلی تنده. این هم آرشا میخوره چون اصلا تند نیست. خب آقا قاطی کنیم میشه الان؟ میخوریم دیگه. آقا اسکول همینجوری نمیشه که. اسکول غلیظ میشه اگر با آب جوش درست کنیم. غلیظ میشه اونجوری؟ کلا با آب جوش بکنم حل بشه. تست کن. تست میکنم ولی کامل نمیشه. من پرش نمیکنم ها. بده من. پرش نکن. خب نه حل نمیشه اینجوری. من این چجوری بخورم؟ یه دونه حل نمیشه. دست شما درد نکن. بچه‌ها اینجا رو ببین. این واسه منه، این توش کم داره. من نودل رو برنده شدم. اینو اگه به قرآن اینو برنده بشم یه چالش سختی به آرشان میدم. یک چالش نگاه میندازن وسط میدون شیک. دقیقا همین کار میبرم وسط میدون. قیمت که نه شیک بزنی. حالا من مطمئن نیستم که میبره. آرشان خودشو کثیف کرده. خیس کردی؟ گست نکن. نه ما سانسورش کن. ما سانسور نکن. گو نخور دیگه. آرشان به قرآن میزنم تو. ای آقا اومد. استغفرالله. آقا ایش داریم حل میکنیم. آقا ما معذرت خواهش میکنم راحت باش. اسم شما چیه؟ اسم من؟ علی. اجازه است تو ویدیو بگیم؟ آره. اسم شما؟ من علی. آقا علی گل. شاورما امیر توی سعادت آباد کوچه یعقوبی. چیه بوی چیز میده؟ زنجبیل. زنجبیله. واسه ویدیو یوتیوب میکنه. اوه بچه‌ها عجب شاتیه. این اسم شات زنجبیل آب جوش میره بریم جوش. نکن دیگه. آب جوش میره. نه دیگه میخوایم خیلی تون شاتش باشه. بسته بیشتر از این نه نیست. همین مده. میخوایم تون باشه. بابا یه چیز یا من امام رضا. یه ذره آب لیوان و بریز توش. خیلی زیاده. من آدم سامو برم پرت کنم بیام. یوسف من بابا اینو چرا خدا همنده من آقا ریختم تو این. آقا خب من میخواستم واسه تو بیشتر بشه. آقا الان قرار شده الان اگه من زودتر بخورم من میبرم. اگه این زودتر بخوره این میبره. اگه من مثلا اگه من ببرم من یه کاری میگم این باید انجام بده. چیکار انجام کجا میذارین اینا رو برای؟ یوتیوب. اولین بار یاد ساب کنین. سومین بار. ساب کن. اولین بار نیست. اولین ویدیو رو گذاشتیم. شما حتما ساب کن. یوتیوب نگاه میکنید؟ واسه ما رو نگاه نکنی پیشات. آره قبلی چیکار کردیم؟ بار قبلی پیتزا خوردی. فقط میخوری. اجازه بدید عکس فیلم بگیرم. شما ایدن سلام. نه من محسنشون آقا محسن شاورما امیر
توی سعادت آباد پاک شهرونده. پارک شقایق کوچه یعقوب حتما بیاین فیلم بردارمون 10 از 10. عالی حالا خب این سر بریم وایسا برو ببینم می‌خوای چیکار کنی حالا. آقا همینقدر بس آره دیگه همین وایسا همش بزن. آقا این کمتره به قرآن آبشو کمتره بیشتر کن همونه. باش نه آقا کدومو میخوای تست کن منتظر بودم چه اتفاقی میفته. ها یا علی این خیلی حرفش ترسناکه آقا بعدش میسوزیم خیلی بستگی داره خالص باشه یا نباشه. اگه خیلی خالص خالصه. باشه اگه عطاری پایین خریدی از آره. عطاری بالا خریدم خالصه اونجا نمیدونم. آقا نام رضا بده منم هم بزنم بده آقا 1 2 3 بریم سلامتی جمع دوست دارم ما اینجا رو نذار ما اینجا رو بذار سلامتی جمع دوست دارم قن بله یه نه 1 2 3 چیه وایسا آقا من که میدونم میسوزم چالش آره، راحت بخور. بخورم راحت 1 2 3 آب نخور پشتش. قبول نیست بقولم قبول نیست من بردم بابا بابا آقا من آب نخوردم بقیه‌شو بریز توش، آب من آب نخور. نخوردم آقا من بردم دیگه آره دیگه هر کاری که من بردم آها بذار من آقا نه قبول آب خورده قبول نیست بره آقا این کی بیشتر من بردم آقا جون نه واسه من بیشتر بود هر کی سنگاقه چی نه برو گم شو سنگاقه چی سنگاقه چی برو گم شو نه من برو بردم گم شو من بردم ما خودت تو ویدیو بذار کی برده واسه آرشام من گذاشتم واسه من بیشتر از آرشام بود من یه تنه خوردم بعد آرشام با هم زود خورد با هم خوردیم ولی آرشام بعدش آب خورد من هنوز آبمو نخوردم پس آرشام آبشو خورد کثافت کجا ریختی آرشام آبشو خورد نه به قرآن نریختم توف کردم دیگه توف آقا توف کردن نکردم قبوله. توف دهنمه نه قبول نیستش آقا دهنمه پوفیوز دهنمه آقا دی یه نزدیک چه دماغ نگاش دوست نگو بیشور یوتیوب ما اینجا سانسور نکن آقا مگه این حساب من که اینو هم خوردم دماغش بگیره. آقا ایشون هم میگیره من خودمون بود آقاسم اصلا حل نشده بود کامل اصلا پودراش هم رفت تو تو حلقم بردی من دیدم دماغت آقا قبول نیست من بردم آره. من اصلا قبول ندارم آقا دیگه باخت دیگه آرشو من چیکار میکنی شیک نمیزنم میزنه هر کاری بگی دیگه نمیزنم بریم ویدیو شیک زدن آرشامو بهتون نشون بدم شیک من نمیزنم چالش هم این شد برم توی مغازه و همین ببین من به آقا آرشام یه چالش دادم بره تو منم بگیر دیگه من کوتاه‌تر هستم خب چالشمون این شد آرشام بره توی کله پزی بگه من پاستیل میخوام سوپرمارکت نه سوپرمارکت سوپرمارکت خب پاستیل داره دیگه آره. میره تو کله پزی میگه من پاستیل میخوام یا اصلا کله پزی یا کبابی میره فروشی بریم میگه عمو من پاستیل میخوام میره فروشی هم خوبه بریم. میره میوه فروشی میگه عمو من پاستیل میخوام عمو من پاستیل میخوام همینو دقیقاً باید بگی تو ویدیو میکنم مامان پرت کرد پاره در حد جر آره بگو چقدر پاره در حد چقدر پاره جوری که بتونی بدوزیش ببین جوری که نخوای جهان تموم میشه اگه بخوام جوری پارش کرد که دیگه قابل دوختن نیست فردا مدرسه آره میگه تو فردا بیای مدرسه فوش ندی یا دارم ویدیو میگیرم امیر عباس اصلا فوش نمیده امیر عباس مامانش پارش کرد تا ویدیو بعد خدا نگهدار برم الان میوه فروشی میگم پاستیل داری اما سلام پاستیل داری؟ بالا داره؟ اینجا الان هیچی پاستیل نمیفروشی؟ بالا باش دست شما ماکارونی هم نداری؟ دست شما نکنه
یارو تا میخنده. تو باشی دیگه نگی من به تایر آوانس میدم. ببین نگی تو قدرت کن به ضعیفی، تایر آوانس تو میدم. بالا ضعیف بودی. من تو بالا ضعیف بودم. بله. نودل رو بردم، همه چی که بگی بردم. اینجا نور نداره. چرا اومد اینجا؟ بله الان بچه بقیه ویدیو بچه تا ویدیوی بعد ساب کن. خدا نه فعلا الان ساب نکن، بریم تا اونجا بهتون بگم. من داره الان به ویدیو به پایان میرسه. تقریبا رسیده ولی تامنیل میدم. از تامنیل میتونیم بفهمیم چه ویدیویی قراره ببینیم. پس اگر بازم دوست داری از این ویدیو حتما لایک و ساب بزن، کامنت بذاری. نظرات شما برای ما خیلی ارزشمنده. دفعه قبل گفتی نظر بذاری، همه بیلاخ نشون دادن. بابا این نظر بذاریم دیگه. 60 نفر بزنن نمیگم زیاده، ولی لااقل 5 6 نفر کامنت خوب بذارین دیگه. یکی کامنت گذاشته چرا آرشامو مسخره میکنی؟ رفیقت خیلی باجنبه است. رفیقت گناه داره، این گناه داره، این کجاش گناه داره؟ خیلی گناه داره. حالا ولش کن. اگر بازم دوست دارید این ویدیوهای خفن رو بذاریم تو کامنت ها بگید حتما. بعد میخوام موضوع ویدیو این باشه هر کی از غذایی که بدش میاد رو باید امتحان کنه. وای نه تو رو خدا نه هول کردم اینو گفته. من نیستم خودم هر ماشین میزنه میکشی بردش کن. خب بچه اگه ویدیو رو تا کلش دیدین لایک کنین، ساب کنین، کامنت بذارین. اگه به یه لایکاش به یه تعداد قابل توجهی برسه با توجه به بازدیدام دروغ میگه. من هیچ وقت دروغ نمیگم. منم دروغ. اگر این ویدیو 10 تا لایک بخوره میرم از بانجی جامپینگ ارم میافتم پایین. مقدار قابل توجهی لایک بخوره دیگه. آره لایک بخوره. اگه ویدیو رو تو آخرش دیدین لایک کنین، ساب کنین، کامنت بذارین. دمتون گرم. خداحافظ.